اولین عالمی که تمام علمها را در یک نظام منطقی و مرتب گروه بندی نمود ابونصر فارابی دانشمند تاجیک می باشد. فارابی عالم و محقق بسیار جنبه بوده در ساحه‌های چون فلسفه، منطق، ریاضی، موسیقی، طبیعت شناسی و استرونومی آموزش انجام داده و اثر ایجاد کرده است. او حدود سال 257 هجری قمری در خراسان بزرگ به دنیا آمده است و مؤلف اولین سیستم منطق و تقسیمات علمها در جهان گردید. او در علم فیزیک موضوعهای حرکت، ماده، نیرو، هوا، آب و حرارت را شرح داد. فهماند که جسمها با سبب نیروی بیرونه حرکت می کنند. اندیشه‌ای که به فهمش مکانیکای کلاسیکی نزدیک است. با تاکید کارشناسان، فکر و سیستم فارابی اساسی شده برای رشد علم و بسیاری از محققان اروپایی مانند توماس اکوینسکی از اندیشه‌های فارابی استفاده بردند.